این طفل دوسرویی که در عکس میبینید رقیه است و همگی 4 سال دارد. متاسفانه رقیه گرفتار بیماری فلج مغزی کودک بوده. به این علت تا حال راه رفتن و حرف زدن نمیتواند. پدر رقیه فرزندت مریض است و برای طبابتش پول زیاد میرود. من یافتن نمیتوانم گفته از مادر او جدا شد. ولی گل جان احمدووا مادر رقیه امید را از دست نمیدهد. طفلش را به هر جایی که میتواند برده تا طبابتش کند. حالا در درمانگاه ریات سنتر در شهر توشکند پایتخت ازبکستان به مادر رقیه وعده دادند که توسط یک نوع طبابت با کمک نور برق و مس برای طبابت رقیه کمک میکنند. اما یک دوره طبابت 15 سیانس و 12,000 دلار نرخ دارد. مادر رقیه که تا امروز همه دارایی‌اش را برای طبابت فرزند جگربند خود صرف کرد چنین مبلغ بزرگ در اختیار ندارد و از این رو از هموطنان دست بخیر کمک میخواهد. آنهایی که میخواهند برای طبابت رقیه کمک کنند میتوانند به این حساب‌های یاری خود را انتقال دهند. 5058 2702 8122 5058 2702 8121 7538 الف بانک گل جان ادهامووا. رقم تلفن برای معلومات 992 111 5068 50.